آزمون فاصلوی رسم و مقاله بهترین در موضوع ثمرناک استفاده بردن نیروی برق مسئولیت شهروندی است جنبست گردید. آزمون مذکور از سنه 5 تا 25 ژانویه سال جاری بین خوانندگان مکتب‌های ولایتی سوخت از جانب مرکز تحصیلات علاوگی نزد ریاست معارف ولایت گذرانیده شد. دو نومیناسیون کشیدن رسم و انتشار مقاله بهترین را آزمون فرا گرفت که در آن 50 نفر خواننده غالب دانسته شدند. بهترین کارها رو ما در صفحه اجتماعی فیسبوکی مرکز تحصیلات علاوگی ولایت و ریاست معارف ولایت برای تبلیغ جوانان و هوسمندکنی کودکان و نورسان کاراشون رو با عکساشون معرفی کردیم. صبرینا مومین و خواننده صنف 5 مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه برای خوانندگان بالایاقت در شهر خوجند یکی از غالبان آزمون مذکور می باشد. وی میگوید در تعطیل زمستان با مصلحت مادرش رسم بهترین را در موضوع ثمرناک استفاده بردن نیروی برق آماده کرده و آزمون پیشنهاد نمود. رسم کشی را این خواننده دوست می دارد. از این رو مهارت خود را در این آزمون سنجید. Я нарисовала лампочку, которая называется энергосберегающая. Она используется больше, чем обычные лампочки. Этим мы поможем не только себе, но всей нашей планете. Так как бережное отношение к электроэнергии поможет сохранить природные ресурсы, такие как уголь, нефть и газ. مرکز تحصیلات علاوگی نزد ریاست معارف ولایتی سوخت اقدام مذکور را بار اول روی دست گرفتند. هدف اساسی آن این تبلیغ فرهنگی صرفه رشته‌کاری بین خوانندگان و در آنها بیدار کردن مسئولیت وطندوستی به حساب می رود. آزمون در 3 مرحله مکتبی، ناحیوی و ولایتی گذرانیده شد. به دور ولایتی آزمون از جانب اشتراکچیان بیش از 700 عدد رسم و 300 مقاله پیشنهاد شد. بجز از ولایتی سوخت اینچنین چند کارهای بهترین خوانندگان از ولایت ختلان و آزمون پیشنهاد کرده شد. گفته می شود که آزمونی رسم و مقاله بهترین در موضوع صرفه‌کارانه استفاده بردن نیروی برق روز گذشته سنه 27 ژانویه از جانب کمیته تدارکاتی آزمون جنبست گردید. رسم‌هایی که کودکان پیشنهاد کردند بسیارتر خیالات خودی کودکان بود. بسیاریش این استفاده ثمرناک برق، ذخیره‌های مادی و اینچنین دنیای کودکی خودشان رو چگونه تصویر میکنند. بسیار یک صحنه‌های جالب در این رسم‌ها بازگو کرده شد و ما از طریق همین دنیای کودکان رو توانستیم که رنگین‌تر نماییم. رسم و مقاله‌های پیشنهاد نموده خوانندگان اساساً خیالات کودکی آنها بود. بیشتری آنها طرز درستی استفاده تجهیزات برقی، احتیاطکاری هنگام کار با ناقل‌های برق و استفاده ثمرناک آن را افاده می‌کرد. انوشیروان کریموف یک اشتراکچی دیگری آزمون از مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه برای خوانندگان بالایاقت شهر خوجند است که مقاله نوشته غالبیت به دست آورد. صرفه‌کارانه استفاده برای نیروی برق به ثروت‌های زیرزمینی نیز اهمیت کلان دارد. امروز من خرسندم که غالب آزمون مقاله بهترین در موضوع صرفه‌کارانه استفاده برای نیروی برق مسئولیت شهرنویس گردیدم. در آینده از همگان خواهش می‌نمایم که قوه برق را صرفه‌کارانه استفاده برند. تصمیم هست هفته آینده یعنی آغاز ماه فوریه 50 نفر غالبان آزمون از جانب ریاست معارف ولایتی سوخت قدردانی شوند. بنا به گفته مسئولین مرکز تحصیلات علاوگی ولایت دیگر اشتراکچیان آزمون نیز از جانب رهبریت مؤسسه با افتخارنامه سرفراز گردانیده می شوند. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.